منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا 2020 در گروه A بازی انجام داده یگان گل به دروازه سر نداده است. در برابر این فوتبالبازان کشور دروازه همسالان خود را از جمهوری شریلانکا، کویت و نپال گلبارون ساختند. در دایره رقابت‌های انتخابی چمپیونات آسیا فوتبالبازان یکچین تا 16 ساله تاجیکستان در دور سوم با منتخب نورسان نپال میدانداری نمودند. شاگردان اهل‌دین توردیف در این بازی نیز نظر به همسالان نپالی خویش از لحاظ مهارت و ملکه و بازیگزاری برتری داشتند. همین بود که در نفس‌های نخستین دیدار محمد وارث سیدعلیف حسابی با خوری را کشاد. در دقیقه 12 بازی باشد عبدالفتاح خدایدادزاده گل دومی منتخب 16 ساله تاجیکستان را به دروازه یکچین نورسان نپال وارد ساخت. بازیگر خط هجوم محمد وارث سیدعلیف در دقیقه های 15 و 29 رقابت خط-تریک را در این واخوری به نام خود ثبت کرد. در قسم اول بازی خسرو طاهرов نیز با ضربه هدفرس خویش خط دروازه منتخب نپال را شکست و حساب را 5-0 ساخت. بعد از تنفس فوتبالبازان نورس ایما بازی نتیجه بخش خویش را ادامه داده و زدن باز دو گل دیگر دست یافتند. خورشید دولتزاده در دقیقه 71 و در پایان رقابت مجاوید شوایسیدینов توسط ضربه جریمه‌ای 11 متره گل ششم و هفتم یکچین نورسان تاجیکستان را به دروازه همسالانشان از نپال وارد نمودند. این سومین پیروزی منتخب 16 ساله کشور ما در بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا 2020 محسوب می‌شود. قبلا فوتبالبازان نورس تاجیک در بازی یکمشان تیم ملی شریلانکا را با برتری 8-0 مغلوب نمودند. در دور دوم دروازه‌بان 16 ساله کویت را مجبور ساختند که توپ را 9 مرتبه از داخل توری دروازه‌اش بیرون برآورد. در نوبت خود تیم ملی فوتبال اردن در دور گذشته رقابت خود را با کویت با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه داد. تاجیکستان همکنون با کسب 9 امتیاز در 3 واخوری 24 گل بی‌جوابی خویش صدرنشین یگانه گشت. فوتبالبازان کشور سنه 22 سپتامبر بازی نهایی و اساسی را بر مقابل تیم ملی اردن برگزار می‌کنند. باوری داریم که در این واخوری فوتبالبازان امیدبخش تاجیک موفق شده به مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2020 را خط می‌گیرند.